به نام خدا کلام دوستان، آرش هستم الکلی. عرض کلام ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان همدرده گرامی و امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پیروز باشید. به جلسه 21 قدم 11 کتاب 12 خیلی خوشحالم. سلام دوستان، نازگلم الکلی. خیلی خوشحالم کنار شما هستم. ممنونم بابت کامنت و تشویقاتون. خدا به تک تکتون برکت بده. شکر و وجود. خدا برکتتون بده. ما جلسه گذشته مبحثی که در پاراگراف قبلی صحبت کردیم مضمونش بود توهم روحانی. به خدمتتون عرض شود که اسمی هم نبود که خودمون ابداع بکنیم، مثلا خود بیلکون داره اسم موضوع رو میکنه توهم روحانی. اونجایی که طرف بابت کوچکترین کارهای امکانش میخواد هدایت مستقیم خدا رو بگیره. مثلا آقا من میخوام برم سر کار، حالا چه فرق میکنه با اتوبوس برم، با مینیبوس برم، یا سواری؟ بعد مثلا میشینه دعا میکنه بیا خدای همین الان به من بگو چیکار کنم. پاشو برو دیگه. خدای عقل و منطق هم داده که به قول معروف اینجور جاها اگه قرار بود خدا بابت کوچکترین چیزهایی بیاد به من و شما مثلا الهام بده که اصلا جور در نمیاد. ما تو قدم 10 هم داشتیم که کجا میتونستیم از قوای فکریمون دیگه به درستی و با اطمینان استفاده بکنیم. خدمتتون بگم که مشکل کجا پیش می اومد؟ اونجایی که حرف کله رو با در واقع خط خدا اشتباه می گرفتیم. این دو خط آخر یه بار دیگه بخونیم. میگه افکار واهی او و گرایش انسان به توجیه، این توجیه عقلانی اینجا هم داره سر کلش پیدا میشه. همونجوری که توی قدم 6 در گذشته صحبت کرده بودیم که می اومد نخل و لباسش رو عوض میکرد، مثلا به آرزوهای چه به شهوت لباس آرزوی عاشقانه میپوشون، یا می اومد مثلا بلند همتی میکاش اسمش در حالی که گیربنا طمع بود، یا مثلا اسمش رو میکاش با نشستگی در حالی که اسمش مثلا تنبلی بود. نخل تنبلی بود، اسمش رو عوض کنید. این توجیه عقلانی اینجا تو قدم 11 میبینیم که ما رو ولکن نیست در واقع. دست صفحه هم بگو چون بچه ها میپرسن صفحه چند. صفحه 102 رو دارم. من صفحه 104. اوکی. خدمتتون بگم که او با حسن ظن، یعنی در واقع حسن نیت هم داره بنده خدا، ولی میگه خاط خدا در تمام موقعیت ها و مشکلات عملی میکنن و به این دل خوش است که اعمال او بر اساس راهنمایی های خاط خدا. حرف کله رو داره با حرف خدا اشتباه میگه، دلش هم خوشه. مطمئناً او با چنین توهمی دیگه کتاب قشنگ داره بیلکون میکنه برجک و مستقیما. من قبلا خدمتتون گفتم که خیلی مؤدبانه کتاب نوشته شده و اون جایی که تکبر میکنیم همه جا معمولا توهمه، اما اینجا دیگه مستقیما میگه این دیگه توهمه. ظاهرا دیگه شاخ توهمای ما که هر کاری میکنیم میگیم خدا گفت. من از اینجور آدمای متوهم زیاد داشتم دور و برم. طرف اومد یه بار خونم برگشت گفتش که خدا به قلبم انداخته بهت بگم فلانی رو خونه دگاه نده، مثلا خدا بیکاره بیاد به اون بگه. خب چه نمیاد به خودم بگه؟ میدونین حرف کله‌ش هم کمی داره که فقط خدا. یه مثالی هم جلسه قبل کردم، طرف اومد گفت خدا به قلبم انداخته با شما ازدواج کنم. خرابی بزرگی به بار می آورد. میگه مطمئنا او با چنین توهمی ممکن است خرابی بزرگی به بار آورد بدون اینکه حتی قصد آن را داشته باشد. حالا این خرابی چیه؟ پاراگراف بعدی در واقع این خرابی ها رو به ما میگه. تا اینجاش مربوط به زندگی شخصی خودمون بود، از اینجا به بعد مربوط میشه به زندگی دیگران که میگه موجب خرابی میشه. حالا اینجا بودیم جلسه گذشته که ناگل اشاره کرد به پاراگراف پایانی صفحه 117. این پاراگراف خیلی اشاره زیبا به جایی هم بود، یه پلی میکنه بین این دوتا. بخونه یه بار. صفحه 117 کتاب پاراگراف آخر. در طول روز وقتی مشکوک و مردد و آشفته ایم ساکت میشویم و از خدا می‌خواهیم که فکر و راه درست را به ما نشان دهد و مرتباً به خود یادآور می‌شویم که ما دیگر کارگردان صحنه نیستیم. متواضعانه با خود تکرار می‌کنیم اراده اوست. بدین ترتیب از جانب هیجانات، ترس، غضب، نگرانی، افسوس و یا تصمیمات احمقانه آسیب چندانی نخواهیم دید.
دقت ما به مراتب بیشتر می شود و به سادگی خسته نمی شویم و انرژی خود را مانند زمانی که سعی داشتیم زندگی را به میل خود ترتیب دهیم بیهوده و احمقانه هدر نمی دهیم. این روش حقیقتاً کار می کند و مؤثر است. ما الکلی ها مردمان بی انضباطی هستیم. بنابراین می‌گذاریم خداوند به صورت ساده‌ای که قبلا تشریح شد به ما انضباط دهد. اما این تمام داستان نیست و اقدامات بیشتر و بیشتری در پیش است. آمین. خدمتتون بگم که این جواب کتکانی بود که الان مثلا به ما میگفتن خب آقا چیکار کنیم؟ پاراگراف پایانی صفحه 117 حتی میتونم بگم صفحات 116 و 117 کاملا در این مورد ما رو روشن میکنه که اون موقعی که مردد و آشفته این باید چیکار کنیم. یه پاراگراف جلسه قبلی من خوندم از صفحه 116، یه پاراگراف ناگل خوندم از صفحه 117 و تشویقتون میکنم یک بار دیگه این پاراگراف ها رو با دقت بخونید. اگر کلیپ های دوره قبل ما رو ندیدین تشویقتون میکنم اون جاهایی که مربوط به کتاب هایت رو حتما ببینید. اینا به هم دیگه متصل هستن. بیل کن با این ایده این کتاب رو نوشته کسی که داره مثلا این قدم الان کار میکنه اون کتاب های رو گذرونده. اگر کسی هستید که تو این دوره با ما وارد شدید و دوره قبل رو ندیدید به تشویقتون میکنم دوره قبلی اون جایی که مربوط به کتاب هایت رو حتما ببینید. خیلی مهمه چون قدم 11 قدم سرنوشت داره. خب ادامه میدیم. پاراگراف بعدی اینجوری شروع میشه. حالا این خطرات رو میخواد به ما بگه. میگه همچنین ممکن است دوچار وقوقه مشابه دیگری بشویم. این وقوقه چیه؟ به ذهنمان خطور میکند آنچه در ذهنمان همون خواست خدا برای دیگران است. یه نوع دیگر توهم. اونجا قبلیه واقع زندگی خودم بود، هر کاری دلم میخواد میکردم، میگفتم خدا گفت. حالا برای زندگی دیگران یه نمونهشو مثال کردم. مثلا طرف اومده به من میگه که خدا به قلبم انداخته بهت بگم این یارو خونه مثلا این بنده خدا خونه دعا نده. حالا طرف کیه؟ رهجوم مثلا داره ارکابی اکام کمک میکنه، بچه خیلی خوبی هم خدمتتون بگم همون قضیه مثلا ازدواج. حالا مثال‌های زیادی میشه در این مورد گفت. میگه با خودمون میگوییم باید بیماری مهلک این یکی درمان شود یا آن یکی را باید از شر درد عاطفیش خلاص کرد و این چیزها را از خدا میخواهیم. تا اینجا بد نیست. خب آقا طرف مثلا میگه که بیماری مهلک داره، میگیم این باید بیماری مهلکش درمان بشه. خب ما میدونیم که درمان بیماری هم تو اراده خدا یا شر درد عاطفیش باید خلاص بشه. این هم میدونیم که مثلا این هم در اراده خدا. تا اینجاش مشکلی نیست و میگیم این چیزها رو از خدا میخواهیم. خدایا مثلا طرف رو کمک کن. مشکل کجا ایجاد میشه؟ البته چنین نیایش‌های احکاماً درست هستند ولی اغلب اوقات بر پایه این تصور هستند که ما از خواست خدا برای شخصی که برایش دعا میکنیم آگاهیم. این بدان معناست که به موافقات دعای خالقانه ممکن است در ما پیش داوری و خودبینی وجود داشته باشد. این پیش داوری و خودبینی رو زیرش خط بکشید. آقا خیلی وقتا هست خدا هیچ وقت درد رو به کسی نمیده ها. اینو یادتون باشه. خدا مطلقا نیستش که مثلا بخواد درد به کسی مستقیما بده. نه اصلا امکان نداره. اما خدا گاهن اجازه میده طرف تو درد بمونه یا از درد طرف استفاده میکنه. ما تو کتاب های خودمون هم داریم دیگه. خدا نخواست هیچ کدوم ما معتاد بشیم. ما خودمون معتاد شدیم. اما خدا حتی از اعتیاد برای ما استفاده کرد. کتاب های میگه الکل انقدر ما را کوبید تا در واقع مجاب ما کرد که یک روال روحانی انتخاب بکنه. به عنوان مثال شخصی خودم من اینو بارها گفتم. مثلا خواهر من با این نیت که آقا منو بخوابونه کمپ اجباری یه رو که خونه میره بیرون، نیتش هم خیر بود. مثلا من دیگه خیلی آشفته و داغون بودم، شده بودم 40 کیلو، کارتون خواب خونه، حال خراب روحی،
میگفت میدیدمت عقاب میکشیدم. میره که در واقع منو بخوابونه کمپ اجباری، میره تو محل کارش یه انجمنی میشناخته، به طرف میگه که آقا میخوام این کارو بکنم، کمپ کارا داری، خدا پدر مادرم آدم بیامون، نمیدونم اون آدم کیه ولی همیشه براش دعا میکنم. به خواهرم میگه بابا تو کمک نیاز داری، اون که داره مکفشو میکنه، تو کمک میخوای آشفته. خواهر منو ارجاع میده به جلسه علانان. زمانی خواهرم میره علانان، همون جلسه اول گرداننده داشته یک نامه میخونده از زبان یک معتاد به خانوادهش که آقا من دلم نمیخواد تو این وضعیت باشم، من گیر کردم، من کمک نیاز دارم. میدونی؟ و اون نامه قلب خواهر منو لمس میکنه و روال برمیگرده. خواهر من به جایی که یه چوب بگیره دستش هی بره و بیاد و بکنه تو کار منو، مثلا طعنه بکنه و نمیدونم خوردم بکنه و این حرفا، روال میداد که روی محبت کردن، مثلا توجیهش میکنن که آقا این بیماره، این محبت نیاز داره، تو اگه میخوای کمکش کنی براش دعا کن، محبتش کن. اومد بهم گفتش که امروز اگه چیزی هم لازم داشتی به من بگو، و شروع کرد بر پایه کتاب 4 فلورانک برای خدا نامه نوشت از طرف برای من که خدای بیا برادر منو ملاقات. من نمیدونم اون درده بود، نمیدونم اون نامه بود از کار کرد، ولی خدا با من ملاقات کرد بعد از مدتی. ببین اگه من اخلاق خودم میشناختم، من روحیه خودم میشناختم، دنبال یه بهانه بودم بمیرم. میدونی اگر اون خواهر من اون کارو میکرد و مثلا میومدن برای بردن من به کمپ اجباری، من یا دق میکردم میمردم، یا یک بلایی کار خودم من میمردم، احتمال خیلی زیاد. اگرم نمیمردم این ملاقات و اون تجربه عمیق روحانی شاید حالا اتفاق نمیافتاد، شاید اصلا مقدیر زندگی من واقعا به همون نیاز داشتم، یه نفر محبت هم بکنه و برام دعا بکنه. میدونی؟ و این کلمه که با امروز میخوام برات دعا بکنم یه تلنگری هم شد واسه خودم، یه کلمه دعا تو اون لمحه حتی یادم نبود که میتونم دعا بکنم. میگه چی میگم؟ این خیلی خطرناکه. آقا طرف تو درده، باید از این درد رها بشه. آمین، درسته، باید رها بشه، اما من باید رهاش کنم همین الان به شیوه من. خطر اینجا اتفاق میفته. حالا شما بگردید تو زندگی خودتون یا دیگران، هر مثالی که به ذهنتون میرسه در واقع مثال‌هاشو در بیارید. اگه برای ما کامنت بذاریدم خیلی ممنون میشه. تو مثالی داری در این مورد؟ چی که بکنید؟ اگه بکنید که در ادامه بهمون بگو. خدمتتون بگم که آره، میگه که به موافقت دعای خالقانه ممکن است در ما پیش داوری و خودبینی وجود داشته باشد. خودبینی اینجا من میگم باید، نه کارگردان دیگه اون نیست، من میگم چجوری باید انجام بشه، توسط من و شیوهی که من دارم میگم. اینجا که اون پاراگرافی که ناکل خوند، زمانهایی که مردد آشفتیم سکوت میکنیم، آرام میگیریم و دعا میکنیم. ما یادم نیست کدوم کلیپ بود ولی چند تا کلیپ قبلی بود که گفتم خدمتتون پایان همه دعاهاتون اینو با این امضا کنید دعاهاتون، خدایم نه به خواست من بلکه به اراده ایتون. این خیلی نکته مهمیه که حتی جاهایی که میگیم قد درقده آقا یه معتاد باید پاک بشه، این قد درقده، این خواست خدا، اینجا هم باید از خدا بخوام که خدا ارادت رو مکشوف کن و تو عمل کن، نه من. دست تو کار کنه، نه من. نشون به گمانش هم دست توه، تو نشون بده کی باید انجام بشه. دعا کنید، واکنش نشون ندید، بیگدار به آب نکنید، انتحاری عمل نکنید. من خیلی قبلا از اینجا افتادم، من بارها این مثال ها رو گفتم و تکرار میکنم چون مثال جدیدتری ندارم. طرف رو بردم کلکی کردم، خوابوندم کم، واقعا با نیت خیر. طرف رنجش گرفت، گمانش نبود، دم در کم به من گفت گرفت مهلت بده. چرا باید مثلا حالا گرفت مهلت میدادی چی میشد؟ نه فلان، انگار که مثلا من خدام و همین الان باید هر اتفاقی که میفته من باید بگم. آقا رنجش که اومد بیرون قد اووردوز کرد، خدا رحم کرد، یه شبانه رو
این توی ساختمون نیمه کاره نیمه جون افتاده بود، شانتی پیداش کردن. واقعا خدا این بچه رو برگرد. من داشتم با نیت خیر آدم میکشتم. میدونی؟ خدمتتون بگم که میگه در ما پیش داوری و خودبینی وجود دارد. تجربه انجمن این است که به طور خاص در چنین مواردی باید از او بخواهیم ارادهش هر چه که باشد برای ما و دیگران تحقق پیدا بکنه. هم ارادهش تحقق پیدا بکنه، هم مطابق خواست او قدم برده. با کم گفتم خدمتتون، هیچ که منکر این نیستش که آقای معتاد باید آزاد بشه. هیچ که منکر این نیستش که یک درد مثلا عاطفی باید مثلا التیام پیدا بکنه، اما مطابق اراده خدا، مطابق خواست او. شاید خدا میخواد حتی از اون درد استفاده بکنه، شاید میخواد با اون طرف ملاقات بکنه و آدم ممکنه تجربه عمیق روحانی قرار کسب بکنه. پس در دعا می‌ایستیم، همونجور که ناگل خون سکوت میکنیم، در دعا می‌ایستیم، از خدا طلب راهنمایی و هدایت می‌کنیم. من زمانهایی که مردد آشفتم که باید این کارو بکنم یا نه، یا هیچ کاری نمی‌کنم، یا خیلی وقتا شده به خدا گفتم خدایا واقعا نمیدونم. بعضی وقتا یا خدا سکوت میکنه یا صداش ما تشخیص نمیدیم، خودمو میگم. حالا چون واقعا شخصی هم همین رابطه نمیشه یه قاعده کلی براش در آورد. مثلا بوده مواردی که به خدا گفتم خدایا من میرم برای این خدمت، اما ارادت رو نمیدونم. اگه ارادت کمک کن انجام بشه، اگر اراده تو نیست یا اگه قراره به طریق دیگه انجام بشه، یه کاری کن گاه من کچه نشه، اتفاق نیفته. بوده مواردی خیلی قشنگ همه چی پیش رفته، بوده مواردی که مثلا تو متن یه اتفاقی افتاده تا همه چی برگشتم که من برگشتم. خیلی وقتا من خودم اینجوری هم که سعی میکنم بدون هدایت خدا قدم بر ندارم. اگه واقعا دیگه نمیدونم باید چیکار کنم، توپو در نهایت میندازم تو زمین خدا. این برای منه. اگر تجربه خاصی در این مورد دارین لطفا کامنت بکنید، ما رو هدایت کنید. با کامنت همیشه وقت از دستمون درم. خدا رحمت و برکت بده. کن شکر برای وجودتون. با کامنت همیشه خواهش همین چنانچه مطالب برکت داره لطفا با همکاران دوستانتون به اشتراک بذارید. اون کار برای شما خوش باشه و خدا نگهدار. مرسی که ما رو همراهی کردید. به دستان امن خدا میسپارم. خدا نگهدار. خدا